مردک چو کاری یافته بوزا اگه بیوی چی خیلی گو کرد یافته بوزا خیلی نگاه کنو با بوزا گو بکنی با خیلی نگاه بکنی گاه بزنی زبان رو درست گاه بزنی ای خدای من گم کردم بوزا گم کنی با در کلی من بزنی با خیلی یکی گفتم شوخی کردم کی یکی نگاه من همین چند روزی در نه عدی نه دست بود بوزا کودگاش ما شوخی میکنم با من چیکار کنم من گناهگارم کدامی خودت بوزا همین زیاده آمدم دیدو منو خیلی نقشار کرد الان خورد بده ای برو بوزا یا بیار بات کنم دیوانه شدی چی شدی مرده چی بگی؟ ای یافتو بوزا یافتی؟ ای مرده یافتو کاری بزنی چی؟ میگم که رادیو اعلان نمیکنه در رادیو محلی 3 بار اعلان کردم 3 بار یافت نشد محلی در این نوحیه بیده آخی نوحیه؟ ها؟ میگی نوحیه برو مادر یکی مردک ها؟ خیلی مردک جون یا روی شوگر تیارم تیار؟ خانزن گوش کن بعد دیگه همین خبر تمام شد خبر رو تمام شد آخر نمایش که تمام شد تگمچه زیر کن که گپی زیادی افیر با نرواد من این اعلان نوارم تا اینا یا بزرگم شده یه خوب می اینا بعد خون بعدی وای او بعد این اعلان بزرگ خون گپ فهمیدی من اون سفری گذشته از رئیس دوبار آگاهی داد که گپای زیادی رو رفته شد از افیر فهمیدم این سفر هر روز درس میکنه اینجا فهمیدم یا خودم خونمی نه استاد من تیارم من والا که تیار چی گفتم کلی ابر همه اعلانا رو خوندم همه چه جا بجا کردم وقتی آخری نمایش شد همین تگمچه زیر میگم آواز زیادی نرود خانزم من با انجام بودیم آخری نخونم هم دیگر خون آخران اعلان بوزه آخران خون فهمیدی خب خبر آیا دوام فیلمی حامیان اگر ترجمه شود در بازار و مغازه ها پیستالت پلاستماسی میمونده باشد یا نه؟ امروز بکوش چو میتوان کوش که آتش چو بلند شد جهان سوخت با کلاچکه ها در جویبارهای شهر مثل ماهی سیل کنان میگردند آیا کارکنان خواجگی آنها را با چنگک میقپیده باشند یا نه؟ پسر بچه های کوچه جویبار بعد فروختن مید و فروختن کامپیوتر سر کردند آیا بچه های کوچه چشمه سار کامپیوترها را میخریده باشند یا نه؟ اینک اعلان مطلع هست که دروازه را زنجیر بند و همسایت را دوز نگیر و مقال بزرگ زیر کارد قصاب نرو که صاحبت را میجوید ساکن دهه قلوختیپه شاغلی بوزی کبودی شاخچونگکی موی کبودش را گم کرده است کسی یابد کلانسال باشد توفه جامعه تاقی میان بند جوان باشد شیمو کستم و کرته آیا دوز انصاف دارد یا بوز زیری کاردی قصاب میرود؟ میموری این بوز تمخکم بندی آخی ناشیدی چهار کجا شد زیر کرده این تگمچه